سلام. من بعد 2 روز یه وقتی گیر آوردم که بیام سراغ یه نقاشی دیگه. از این کتاب خیلی خوشم اومده. Simply Paint Bez، به سادگی پرنده نقاشی کنید. و یه دونه پرنده از روش کشیدم و الان این پرنده دومه که میخوام بکشم. خب بریم بکشیم ببینیم این دفعه چجوری میشه. حالا در این حال که حالا میکشم سعی میکنم و توضیحاتی هم که حالا نکته‌ای هم که گفته پایینش بخونم، ببینم که مثلا نکته خاصی هستش که حالا باید رعایت کنم در انجام، حالا در حین کشیدن حتما بهش توجه بکنم. حالا این اولش مثلا میگه که حالا داری مثلا با یه میلکی میکس، یعنی مثلا حالت میکس شیری مانند، که این اولش هم اولی کتابم توضیح داده که حالا هر کدوم از اینا چه معنی دارن، که مثلا این معنی thick creamy milky water، مثلا الان میخواد با این creamy یعنی مثلا نه خیلی چجوری بگم، خیلی آبکی نباشه خیلی هم سفت نباشه، یه چیزی بین اینا، یا حالت کرم مانند، یعنی با این غلظت میخواد نقاشیشو بکشه. خب به ترتیب همینجوری که نگاه میکنم میخونم، نقاشی رو میکشم با شماره 3. من شماره 3 دارم. قبلا به رنگ هم تقریبا مثلا یه نیم ساعت قبل بهشون آب زدم که فکر کنم الان امیدوارم که آماده باشم. دیگه بریم برای نقاشی. گنجشکک اشی مشی لب بوم ما مشین، بارون میاد خیس میشی، برف میاد گل میشی، میافتی تو حوض نقاشی، خیس میشی گل میشی، میافتی تو حوض نقاشی. فراش باشی کین میکشه، قصاب باشی کین میپزه، آشپز باشی کین میخوره، حکیم باشی